به نام خدا، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره فرایند شرکت‌های پیمانکاری در نرم افزار سپیدار. در قسمت سوم هستیم و تو این قسمت بنده یک فلوچارتی رو برای شما آماده کردم که داخل این فلوچارت میتونیم یک نقشه، یک تصویر کلی از فرایند یک شرکت پیمانکاری رو با هم دیگه مشاهده بکنیم. خب این فلوچارت ما هست. من نتونستم که مثل دوره‌های گذشته که یکم حالت شکل و حالت فانتر و شادتری بودش بیام و مسئله رو حل بکنم. اینجا خب توی حسابداری پیمانکاری یکم مجبور شدم که این رو رسمی تر ببرم، چون فرایند به یه شکلی بودش که من نتونستم به صورت ویدیوی قسمت سوم دوره‌های تولیدی و بازرگانی و اینو درش بیارم. حالا در هر صورت ما اگر طبق این فلوچارت بخوایم بریم جلو، فرایند یک شرکت پیمانکاری به این صورته که معمولا شرکت‌های پیمانکاری در یک رویدادی تحت عنوان مناقصه شرکت میکنن. اون رویداد مناقصه خودش یه سری شرایط و پیش نیازها و حالا دستورالعمل‌هایی داره که اون شرکت‌های پیمانکاری انجامش میدن. یه سری ضمانتنامه‌ها داره که ضمانتنامه‌ها رو پرداخت میکنن و در مناقصه شرکت میکنن. بعد از شرکت در مناقصه احتمال این وجود داره که به عنوان پیمانکار پروژه انتخاب بشن و برنده مناقصه بشن و خب وقتی که برنده مناقصه میشن پای میز قرارداد میرن و قرارداد خودشون رو به امضا در میارن و با کارفرمای خودشون به توافق میرسن. این قرارداد میتونه بر اساس شرایط عمومی پیمان باشه و یا بر اساس شرایط خصوصی پیمان باشه. قرارداد میتونه قرارداد عمرانی باشه و از فهرست بها استفاده کنه یا از فهرست بها استفاده نکنه. این کاملا چیزیه که دست شما هستش. بعد از اینکه حالا قرارداد به امضای طرفین و توافق طرفین رسید، اون شرکت پیمانکار به انجام عملیات مربوط به پروژه میپردازه. خب اگر پیش دریافتی لازم باشه پیش دریافت رو میگیره و خب اون تضامین مربوط و ضرایب مربوط به قرارداد توسط طرفین انجام میشه. بعد از این قرارداد میتونه به دو صورت باشه، یا قرارداد مقطوع باشه که خب بعد از اینکه پروژه به انجام رسید اون شرکت پیمانکاری یک جا پول دریافت بکنه، یا اینکه نه به صورت درصد پیشرفت کار باشه. یعنی در پروژه ما یه سری صورت وضعیت‌های موقت رو داشته باشیم که تعدادش هم مهم نیست. حالا من اینجا زدم 3 تا ولی میتونه هر چند تایی که ما نیاز داشته باشیم باشه و طبق این صورت وضعیت‌ها اون دریافت‌ها رو انجام میده و در نهایت پروژه به اتمام میرسه. بعد از اتمام پروژه خب صورت وضعیت ما قبل قطعی صادر میشه و اون کارفرما میاد اون مبالغ رو پرداخت میکنه. بعد از اینکه ما قبل قطعی پرداخت شد یه تحویل موقتی به کارفرما صورت میگیره، پروژه به کارفرما تحویل داده میشه و این مدت تسته. یعنی ما داخل قرارداد یه دوره تضمین، یه دوره گارانتی رو مشخص کردیم، گفتیم که مثلا کارفرما بره و کارهای اجرایی خودش رو انجام بده تا 90 روز تا 20 روز تا 50 روز کاملا توافقیه. یه مدت تضمینی رو تهیه کردیم. طبق مدت تضمین کارفرما میتونه یه سری از مبالغ رو تو حسابهای خودش نگه داره تا زمانی که این دوره گارانتی تموم بشه و اون حسن انجام کار ما و خب درست بودن و تعهدات ما نسبت به پروژه به کارفرما ثابت بشه. بعد از تحویل موقت مفاسا حساب میشه و اون 5% حسن انجام تعهداتی که ما نسبت به کارفرما داشتیم به ما برمیگرده و به ما پرداخت میشه. حالا این 5% میتونه به صورت ضمانتنامه بانکی باشه، میتونه به صورت چک باشه که ما در زمان عقد قرارداد اومدیم اون رو به کارفرما پرداخت کردیم. حالا که اومدیم پروژه رو انجام دادیم اون 5% رو کارفرما به ما برمیگرده. بعد از این قضیه خب کارفرما میاد حسن انجام کار ما رو هم به ما پرداخت میکنه. حسن انجام کار یه مبلغی هستش که جزء ضرایب قراردادهای پیمانکاری، معمولا هم تا 10% میتونیم حسن انجام کار رو تو قرارداد ذکر بکنیم و خب اینجا بعد از اینکه تحویل موقت انجام شد کارفرما میتونه یه بخشی از حسن انجام کار یا تمام حسن انجام کار رو به ما برگردونه و به ما پرداخت بکنه. بعد از اینکه سپری شد دوره تضمین و اون تحویل قطعی صورت گرفت و دیگه کارفرما خیالش راحت شد که من پروژه‌ای که براش انجام دادیم به نحو احسن انجام شده،
تحویل قطعی صورت میگیره و اون پرداخت‌های قطعی یا ادامه حسن انجام کاره یا خب اون مبلغی که مونده بود تا کارفرما با پرداخت کنه هم پرداخت میشه. میدونم خیلی کلی گفتم چون که نمیتونم مثل دوره‌های تولید یا بازرگانی بیام بگم که مثلا این شرکت بازرگانی این کالا رو میخره میفروشه. بخش پیمانکاری خیلی گسترده است. شرکت‌های خیلی زیادی و ماهیت‌های خیلی متفاوتی در بخش پیمانکاری دارن فعالیت میکنن. یه بخش عمده‌ایشون شرکت‌های عمرانی هستن، بقیه‌شون هم خب بسته به نوع فعالیتی که دارن میتونن کاملا متفاوت نسبت به حوزه عمرانی باشن. در هر صورت ما در دوره پیشرفته آموزش پیمانکاری سپیدار اومدیم یک قرارداد، یعنی اومدیم تمام این رویدادها رو از مناقصه تا قرارداد تا صورت وضعیت‌ها تا پرداخت و دریافت صورت وضعیت‌ها، همچنین صورت هزینه هایی که ثبت میشه، حالا توی فلوچارت نیاورده شده ولی ما به جز صورت وضعیت صورت هزینه هم داریم. به همه اینا پرداختیم، نحوه ثبت مناقصه، ضمانتنامه بانکی، عقد قرارداد، صورت وضعیت، صورت هزینه، انواع دریافت و پرداخت هایی که داریم و انواع هزینه هایی که در یک پروسه پیمان قرار ثبت بشه. خب ما به عنوان شرکت عمرانی یه سری هزینه ها داریم، مواد اولیه که داره مصرف میشه، هزینه حقوق دستمزد کارگر، هزینه اخذ مجوزهای لازم برای ادامه پروژه، هزینه اون استهلاک ماشینالاتی که داریم محاسبه میکنیم، هزینه های سرباری که داخل پروژه هستش مثل هزینه آب و برق و گاز و هزینه کارکنان و هزینه نگهداری و اینا، خب همشون در دوره پیشرفته پیمانکاری آموزش داده شده. و در حالت کلی این فلوچارتی که مشاهده بکنید یک نقشه کلی یا یک ذهنیت کلی از ساختار و فرآیندهای شرکت پیمانکاری بهتون میده. اما خب این نکته رو بهتون بگم که با توجه به تنوع ماهیت شرکت‌های پیمانکاری همیشه این فلوچارت به این صورت نیست و ممکنه کمی تنوع داشته باشه، کمی متفاوت باشه که ولی خب از ساختار کلی این فلوچارت تبعیت میکنه و عموما 99% شرکت‌های پیمانکاری این فلوچارت رو به نحوی دارن با تغییرات جزئی خودشون. در قسمت بعدی که قسمت 4 ما میشه همین فلوچارت رو داریم ولی این دفعه میام داخل نرم افزار سپیدار بهتون توضیح میدم. اینجا سعی کردم که یک ساختار کلی رو به صورت فلوچارتی خارج از سپیدار بهتون توضیح بدم. در قسمت 4 دیگه وارد نرم افزار سپیدار میشیم و حالا میایم به صورت کلی ساختار رو تو سپیدار بررسی میکنیم. بعد از اینکه کلی بررسی کردیم حالا تو قسمت‌های بعدش دیگه وارد جزئیات بیشتر هم میشیم. تا قسمت بعدی و ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.